امروز 28/9/403 ما اومدیم قله چرمکش. داخل جنگل ارتفاع برف خیلی زیاد بود، چون از بالا برفا کلا رانش کرده بودن، اومده بودن داخل جنگل. از کلبه به بالا اون شیب دوم خیلی شیبش تند و برف زیاد داشت، نمیشد رفت. ما به اجبار برگشتیم، اومدیم کلبه. جای شما خالی، نهار رو خوردیم. ساعت الان یه خود استراحت کردیم، ساعت چیزی بوده ساعت 13 است. داریم برمیگردیم به سمت پایین. جای دوستان خالی. این هم قله چرمکش. یا علی، اینم خودم. دم همگی گرم.